الله اگر ما را دوست نمی داشت پیامبران را نمی فرستاد. الله اگر ما را دوست نمی داشت قرآن را نمی فرستاد. الله اگر ما را دوست نمی داشت ماه رمضان را نمی داد. الله اگر ما را دوست نمی داشت شب قدر به ما نمی داد. الله اگر ما را دوست نمی داشت ما را به خانه خود دعوت نمی کرد. ما را الله دوست داره، ولی ما هم باید الله را دوست داشته باشیم. الله را عاشقانه یاد کنیم، الله را عاشقانه سجده کنیم، الله را عاشقانه بپرستیم. الله چی ذات نازنینیه، الله چی ذات مهربانیه، از پدر و مادر مهربان تر است. الله از هر دوستی به ما مهربان تره. عزیزان من، این شبها شبهاییه که با الله باید ارتباط برقرار بشه. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی زیبا میفرمایند. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم، من این حدیث را اشاره میکنم و دعا میکنیم. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم از جای عبور میکردن، یک مادر طفل خود را گم کرده بود. سراسیمه میگشت از این کوچه به این کوچه. پرسان کردن که چی گم کردی؟ گفت طفل خود را گم کردم، دنبال طفل خود میگردم. وقتی که این مادر این طفل خود را گرفت و با آغوش میگرفت میبوسید، میبویید، میگفت فرزندم کجا بودی؟ من در سراغ تو بودم. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به طرف صحابه کردن، گفتن آیا این مادر وقت طفل خود را گرفت آیا این را به آتش می اندازد؟ آیا این را با این تنوری که نان پخته میشه طفل خود را می اندازد؟ صحابه گفتن نه خیر یا رسول الله. رسول الله فرمودن الله خیلی مهربان تر از پدر و مادر است. اللهی که در دنیا چی نعمت ها به ما نداده. ای الله تو به ما چشم دادی، ای الله تو به ما عقل دادی، ای الله تو به ما فکر دادی، ای الله تو به ما اندیشه دادی، ای الله تو به ما دست دادی، ای الله تو به ما شش و گرده و کبد دادی، ای الله تو برای ما قلب دادی، ای الله تو برای ما دست دادی. ای الله از همه مهمتر تو ما را بنده خود گردانیدی. ای الله تو ما را امت محمد رسول الله گردانیدی. ای الله تو قرآن را برای هدایت ما فرستادی. ای الله ما عاجزیم، ای الله ما ضعیفیم که این نعمت ها را بشماریم. ای الله ما بیچاره ایم، ای الله ما خلاصه نمیتوانیم شکر یک نعمت تو را از هزارها نعمت انجام بدیم. ای الله تو این ذاتی، ارزش تو خیلی است. خدایا ارزش تو چقدر هست. خدایا من نماز میخوانم تا تو را پیدا کنم، خدایا روزه میگیرم تا تو را پیدا کنم، خدایا صدقه میدم تا تو را پیدا کنم. ای الله به حج میرم تا رضایت تو رو به دست بیاورم. ای الله اگر رضایت تو با گرفتن جان من به دست بیاید، خدایا یک جان چه ارزش دارد. خدایا این موهایی که در بدن من هست، ای کاش هر کدام تبدیل به جان شود و من همه را در راه تو بدم و رضایت تو را کسب بکنم. رضایت الله چقدر مهمه عزیزان من و شما که نماز میخوانیم تا رضایت الله رو بگیریم، روزه میگیریم رضایت الله رو بگیریم، جنگ و جهاد و مبارزه داریم به خاطر رضایت الله. تو خواهر مسلمان که حجاب میگیری به خاطر رضایت الله، به خانه الله آمدی به خاطر رضایت الله. یقینا که الله در این اعمال و احکام او را وقت اجرا بکنیم خدا از ما راضی می شود. سروران عزیز و بزرگوار، برادران و خواهران، قدر هم دیگر را بدانیم، قدر این شبهای مبارک را بدانیم، قدر این ساعت و ثانیه ها را بدانیم، قدر خلاصه همه این نعمتهای الهی را بدانیم. یگانه چیزی که پشیمانی نداره ارتباط با خدا هست، یگانه چیزی که پشیمانی
پشیمانی نداره عبادت الله هست. یگانه چیزی که پشیمانی نداره سجده پروردگار عالم هست. یگانه چیزی که پشیمانی نداره اینه که با خدا زندگی کنیم، با سنت پیامبر زندگی کنیم. چی زیبایه که در دنیا انسان به عبادت الله سپری کنه. وقتی که انسان میمیره چی زیبایه که کلمه لا اله الا الله به زبانش جاری بشه. خدایا کلمه طیبه مبارکه را لحظاتی که از دنیا میرویم بر زبان همه ما جاری بگردان. خدایا آخرین کلام ما لا اله الا الله محمد رسول الله بگردان. چقدر زیبایه که مسلمان رو به قبر بگذارن. تو مسلمانی که به این نیمه شب به خاطر الله نشسته ای، تو خواهری که به خاطر الله نشسته ای، چی زیبایه که در داخل قبر آن هنگام بگن نوم نوم که نومت العروس، بخواب مثل که عروس میخوابد. آن هنگامی که به صحرای محشر به تو انسان مسلمان گفته میشه تفضل اله، بفرما به سویی که هیچ سایه جز سایه عرش نیست، بفرما زیر سایه عرش پروردگار عالم. آن هنگامی که در صحرای محشر فریق فی الجنه و فریق فی السعیر می شود، شما عزیزان چی نعمت عظیمی است که برای مسلمان ها گفته میشه بفرمایید به طرف جنت الفردوس. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابواب الجنه. دروازه های بهشت برویت باز میشه. آن ملائکه چی میگن؟ سلام علیکم، سلام بر تو شب زنده دار ماه مبارک رمضان، سلام بر تو صائمین رمضان، سلام بر تو خواهر با حجاب، سلام بر تو ای کسی که به خاطر خدا شب زنده دار. سبحان الله، پاک است اون ذاتی که وعدش به راستی و به یقین که راست بود و به یقین بود که نعمت نصیب ما شد. عزیزان من، این شبهای مبارک رمضان، این شبهایی که امشب شب 21 رمضان چشم به هم بزنیم، رمضان خدا حافظی میکنه، رمضان میرود، ولی این فرصت طلایی را از دست ندهیم. از ساعت ثانیه رمضان استفاده کنیم. بار الها پروردگارا به برکت این شب مبارک، خدایا به برکت این نیمه شب که وقت فیض، وقت فیوزات، وقت برکات، وقتیه که در این شبها نزول ملائکه می شود، لحظاتیه که الله سبحانه و تعالی بلا کیف با آسمان دنیا نزول میکنه، بندگان خود را نظاره میکنه که این بندگان از او چی میخواهند. الله میگه هر درخواستی که دارید از من کنید. بار الها از تو میخواهیم که همه ما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. بار الها پروردگارا، مجددا دوستا درخواست دعا کردن در حق مریضان، خدایا مریضان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگارا به برکت این جوانانی که در این خانه تو حضور دارن، به برکت موسفیدان و به برکت او خواهران محجبه، خواهران با عزت و با عفت، پروردگارا در هر گوشه ای که دختر مسلمان بی حجاب شده، پروردگارا به برکت این جمع او را محجبه بگردان. پروردگارا آن دختری که در گوشش گفته شده اشهد ان لا اله الا الله، پروردگارا او دختری که به آغوش مسلمان بزرگ شده و اگر امروز به سمت سوی بی حجابی رفته، پروردگارا اگر او از تو غافل شده، خدایا او را به برکت این جمع هدایت بفرما. پروردگارا کسانی که در این رمضان از تو غافلن، تا به حال دروازه تو را در نزدن و دین رحمت تو را فراموش کردن، پروردگارا به برکت این جمع آنها را هم هدایت بفرما. پروردگارا ما میدانیم عبادت لذت داره، پروردگارا این لذت عبادت به هیچ لذت برابر نیست. خدایا اونهایی که غرق شهوتن، آنهایی که از تو غافلن، آنهایی که فقط هم و غمشان دنیا شده، پروردگارا اونها
فکر میکنن دنیا لذت داره، آنها احساس میکنن قدرت لذت داره، آنها احساس میکنن شهوت رانی لذت داره. خدایا پروردگارا لذت عبادت را به اونها هم بچشان، پروردگارا لذت عبادت را به ایشان هم بچشان. خدایا پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است، ای احکم الحاکمین، ای اعدل العادلین، ای ذاتی که تو پاکی، ای ذاتی که شریک نداری، مثل نداری، مانند نداری، ای پروردگار، ای ذات بیچون. پروردگارا ما مشت گدای به در تو آمدیم، ای پروردگارا مشت ضعیفی به در تو آمدیم. پروردگارا به حال ما رحم بفرما. خدایا این جمع را، خدایا ما پرگناه به این خانه آمدیم، خدایا ما را از این خانه پاک بیرون بگردان. پروردگارا توبه نصر نصیب همه ما بگردان. پروردگارا از این خانه خواهر و برادر چنان بیرون کن که رجع که یوم ولدت امه، مثل که از مادر تولد شده باشند. ای خدا، ای خدا اگر ما را ببخشی، یک مشت گل را بخشیدی، یک مشت ضعیف را بخشیدی. خدایا در مقابل جود و سخاوت تو، در مقابل عفو و کرم تو، پروردگارا بخشیدن ما چیزی نیست. خدایا دستان ما به طرف تو دراز است. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتك یا ارحم الراحمین. انشاءالله عزیزان طلب دعا نمودن، خصوصا خواهران و برادران که ما قرآن عظیم الشان یاد نداریم، دعا کنیم که ما قرآن یاد بگیریم. خدایا به برکت این ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآنه، خدایا همه ما را اهل قرآن بگردان. پروردگارا بر ما روحانی قرآن، فهم قرآن، قرائت قرآن، تجوید قرآن، درک قرآن، تفسیر قرآن را خدایا بر همه ما این توفیق بده که به همه اینها ما آشنا بشیم. خدایا پروردگارا پسر دختر ما را با عزت و با عفت داشته باش. خدایا مادران و خواهران و همسران ما را حفظ بفرما، خصوصا خواهرانی که در نماز تشریف دارن. در حقیقت وقتی که این خواهران انسان میبینه طرف نماز میآین، با چی ذوقی، با چی شوقی، با چی اشتیاقی، با چی علاقی یادم میآیه که سبحان الله اینها در حقیقت به مکتب عایشه و خدیجه و زینب و ام کلثوم و او صحابیاتی که در صدر اسلام بودن اینها درس خواندن. خداوند به برکت طاعات و عبادات خواهران از همه ما قبول درگاه خیش بگرداند ان شاء الله. صحبت خاتمه میدهم، بعداً حلقه ذکر شروع می شود که بهترین لحظات و فیض و فیضات و برکات هست که افضل الذکر در حدیث آمده لا اله الا الله هست که هر کدام من و شما ان شاء الله این افضل الذکر را سر بدیم. ساعت 15 دقیقه از یک تیر شده، انشاءالله رأس ساعت 2 انشاءالله ختم میشه و بعداً برنامه و پروگرام قضایی انشاءالله اجرا خواهد شد. از همه عزیزان دعای خصوصی دارم که در حق همه امت اسلامی دعا کنید. امروز ما یک نشست داشتیم با دوستا، ششتیم جمعی از علما. وقتی که 70 نفر از صحابه در جریان بئر معونه، دشمنان اسلام 70 صحابه را وقتی شهید کردن و حافظان قرآن شهید شدن، رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای قنوت نازله می‌خواندند. یک ماه متواتر قنوت نازله خوانده میشد. قنوت نازله دعاییه که بعد از نماز صبح یا در اجرای نماز صبح بعد از رکوع که امام بلند میشه و دعای قنوت نازله خوانده میشه. شاید علما گفتیم که به اتفاق نظر برسن، شاید انشاءالله باز به سمع عزیزان خواهد رسید که ما و شما وقت آیا نرسیده 70 صحابه شهید شد، رسول الله یک ماه قنوت نازله میخواندن. شما ببینیم از روز شنبه مسلمان های مصر به خاطر حقوق خود، به خاطر حق خود، تظاهرات مصلحت آمیز از
قبل از رمضان تا خلاصه 18 و 19 رمضان در کنار مسجد نشسته‌اند به خاطر دفاع از حقوق خود، ولی ارتش از خدا بیخبر مصر میایه بیش از 200 نفر به خاک و خون میکشه. مصری ها، مسلمان های مصر کشته میشن، مسلمان های سوریه، خلاصه زن سوریه، مرد سوریه، طفل سوریه کشته میشه و بالاخره مسلمان های در میانمار و در برما به آتش انداخته میشن. هیچ صدایی نیه که بالا بشه. در همین ماه مبارک رمضان چقدر مسلمان ها در افغانستان شهید شدن. آیا امروز چشتیم گفتیم وقت این نرسیده قنوت نازله خوانده بشه؟ بناهن شاید این در آینده در روزهای بعد به سمع شما عزیزان از طریق منابر و بالاخره اینها رسانده بشه. قبل از اینکه او دعای یا قنوت نازله خوانده بشه، از همه شما عزیزان، از خواهر و برادر، من این خواهش را دارم که دعای دستجمی زیاد کردیم به حق همه مسلمان ها، دعای خصوصی داشته باشیم. هر برادری اگر به خانه خود میره، اگر در مسجد هست، در گوشه می نشینه، راز و نیاز با پروردگار عالم چقدر لذت داره که خصوصی به حق خواهر فلسطینی خود دعا کنی، در حق برادر سوریایی خود سوریه دعا کنی، در حق برادر مصری خود دعا کنی. چون او را کی گفته برادر من و تو؟ قرآن گفته. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآنه و این قرآن گفته انما المؤمنون اخوه، همگی مؤمنین برادر یکدیگر هستند. پس در حق برادران خود در تک تک گوشه دنیا که هستند دعای خیر داشته باشید. خصوصا در افغانستان دعا کنید که خداوند احکام قرآن را در سرزمین ما جاری بگردانه. این همیشه دعای شما باشه که خداوند نظام ما، حکمت ما، خلاصه مسئولین ما اینها قرآنی بگردانه. وقتی مسئولین خوب شدن اینها همه خلاصه همه مشکلات حل میشه. در حق ناامنی که در کشور هست دعا کنیم که ای الله در این کشور یک امنیت سرتاسری عنایت بفرما. بناهن از تک تک شما بزرگان، موسفیدان، جوانان، خواهران، از همه عزیزان دعا دارم که در دعای خصوصی خود در حق همه امت اسلامی دعای خیر داشته باشید. در حق دنیا و آخرت خود دعا کنید. هرچی از خدا میخواهید بخواهید، از خدا کم نخواهید. ذات اقدس الهی در حدیث رسول الله میفرمایند که تمام بندگان الله همه بیرونشن در دشت دست به دعا بلند کنن، هر کدام از خدای تبارک و تعالی به اندازه پوری این کره زمین از خدا بخواهند. یعنی به اندازه این کره زمین، به اندازه زمین و آسمان از خدا بخواهند. خدا به تک تک اونها، به همه اونها به این اندازه بده، از گنجه های خدا به اندازه لوف سوزن یا سر سوزن کم نمیشه. الله کم نداره. گنجای الله مثل گنجهای مخلوق نیه که کم بشه. الله تمام بنده ها رو ببخشه، از رحمت الله هیچ چیزی کم نمیشه و تمام مشکلات بندگان را الله حل کنه، هیچ چیزی از درگاه الله کم نمیشه. الله دوست داره که بندگانش به درش بنالن، زاری کنن. زاری بنده ها خور دوست داره. الله سبحانه و تعالی چقدر من و شما را زاری یک طرف، گریه یک طرف، ناله یک طرف. دم افطار من و شما انسان از طلوع صبح صادق تا به غروب آفتاب وقتی چیزی نمیخوریم چون معده و اینها حرکت نداره، در دهان انسان یک بوی پیدا میشه. شاید از یک برادری اگه در کنار انسان بنشینه تنفس کنه، ما شاید رو خور بگردانیم که این برادر چرا دهان از این بوی میده. در حدیث میفهمیم رسول الله چی میفرمایند؟ ذات اقدس الهی میگه من خریدار بوی دهن روزدار هستم. اطیب من الریح، ریح اطیب من المسک. بوی دهن روزدار به نزد الله از مشک و عنبر خوشبوی تره. ببینیم پروردگار عالم بوی دهن من و تو را دوست داره. زاری و ناله که به جای خود باشه، به درگاه الله زاری کنیم، ناله کنیم، خلاصه بنالیم. آن حرفی که برای من و امثال من و پدر و مادر گفته نمیتوانیم، با الله در میان بگذاریم. ای الله تو که از دل من واقفی، ای الله تو که از مشکل من واقفی، ای الله تو میدانی که این گیره به دست مخلوق باز نمیشه، من به تو مراجعه کردم. ببین که الله سبحانه و تعالی به زودترین فرصت به شرط به اخلاص کامل
کل مشکلات من و تو را حل میکنه. موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را در روز قیامت در زیر سایه عرش خود قرار بده و همه ما و شما را از شفاعت سرور سالار انبیاء محروم نگردانه. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.